سلام دوستان و هموطنان عزیزم، امیدوار هستم که شاد، خوش، سرحال و موفق باشیم. و درس امروز ما خوش آمدید هموطنان گلم. درس امروز ما با برنامه کارل درو 2018 هست هموطنان گلم. ولی قبل از این بیان بگویم که چی را درست کردیم. بین اول ببینیم دوستان. ما بازش میکنم، شما میبینیم چگونه ما یک به اصطلاح در کشور اروپایی برش بزنس کارت میگن، ولی در وطن ما فکر کنم که بهترین کلمه همون شناختی کارت شخصی باید باشه که ما چگونه به اصطلاح شناختی کارت شخصی یا بزنس کارت برای خود درست کنیم. شما میبینید که من بزنس کارت نمیدانم به نظر شما قشنگ است یا نه. ما درست کردیم که ما اتفاقا طریقه ساختن همچون بزنس کارت ها را با برنامه کارل دروی 2018 امروز میخوایم که چگونه ما را درست کردیم هموطنان گلم. و شما هم میتونید به اصطلاح بین شیوه یا کمک تغییرش میتونید رنگایش شما هم میتونید که بزنس کارت قشنگ و مقبول برای خودتان، برای دوستتان، برای رفیقتان یا برای کمپانی، من میتونم برای کی شما علاقه دارید که درست کنید، شما هم میتونید که درست کنید هموطنان گلم. چی ضرورت دارید؟ فقط به یک عکس از خودتان یا عکس دوستتان میگیرین و تمام دوستا عزیزم. ما ایره میبندم و هموطنان نازنینم. من چی میکنم که برنامه کارل درو را باز میکنم. چند لحظه وقت برای میگیره. شما میبینید برنامه اگر قسمت وسط از ایره ببینید کارل دروی 2018 است. چند لحظه منتظر میشیم تا باز شد. شما میبینید این از برنامه کارل دروی 2018 دوستا و عزیزان. شما میبینید زمانی که شما ایره باز میکنید همچه شکل برای شما از شما کمک تغییر دارد دوستا و عزیزان. اگر شما تازه برایتان انسان کنید این رنگایی که در قسمت پایین است از شما نیست دوستا و عزیزان. ولی خب باز من در یک از درس ها برایتان میگم که چگونه ما این رنگ ها را به اصطلاح در قسمت پایین قرار دادیم، ولی برای فعلا مگذاریم از این. من چی میکنم که این ولکم اسکرین از این ما میبندم. چی میکنیم دوستا و عزیزان که من میرم بالای کنه که در این قسمت های کن اولی یا میرم بالای فایل نیو هر دوی از یک کار انجام میدنیم. ما کلیک میکنم دوستا و عزیزان. اگر شما اندازه در این قسمت ببینید نشته میکنید 12 100% مطمئن شوین دوستا و عزیزان که پکسل باشه و در قسمت پایانش هم 1000 نشته میکنه. هیچ کار دیگه نمیکنه. 1200 بر 1000 پکسل و کلر مودش هم 100% مطمئن شوین که RGB باشه دیگه هیچ کار نمیکنه. بالای اوکی کلیک میکنه. شما میبینید که یک صفحه کاملا صفحه نو برای ما چی میشه دوستا و عزیزان در این قسمت باز میشه که در داخل از هیچ چیزی نیست. حال دوستا و عزیزان ما ضرورت داریم که اینمی عکس بیاریم در داخل برنامه کارل دروی خود. چگونه هموطنان عزیز که ما میریم بالای آیکونه که در این قسمت است یا میریم بالای فایل. شما میبینید در این قسمت امپورت نوشته است. میرید بالای فایل امپورت و یا ساده در این قسمت شما میبینید که عین شکل آیکن. اگر من بالایش کلیک میکنم شما میبینید که همچه صفحه اسکرین من باز میکنم و میره صفحه کمک پایین و اینجا بزنس کارت آورده. من چی میکنم؟ بازش میکنم. حالا ببینید من ماوس خودم میگذارم در این قسمت به این شکل که اندازه اینی صفحه کاری میشه. شما میبینید دوستا و عزیزان اگر میرم کمکی طرف و یا هم شما میبینید که یک کمک به اصطلاح اندازه زیرک من کوچک بیایم که یک صفحه را درست کنیم. بینی را میبندیم یا در این قسمت بیایم که نشته کنیم 1800 دوستان. بله ساده در این قسمت نشته کنیم 1800 تا ای که ما یک صفحه جدید درست کنیم. دوباره ما میریم پیکچر را که ما ضرورت بیشتر درستش کرده بودیم. شما میبینید ماوس خودم هم بگذارم در این قسمت به این شکل تا این قسمت هم میارمش. شما میبینید حالا به خاطر از اینکه ما جای از پیش ما تغییر نکنه، زمانی که ما با ماوس کدام جای کار میکنیم به اصطلاح جای ازی شور نخوره تغییر نکنه، بالاش رایت کلیک میکنیم و
لاک آبجکت بالاش کلیک میکنیم تمام. شما میبینید حالا هر قدر کلیک ما بالا ازی میکنم جایزی تغییر نمیخوره. اولین کاری که من میکنم من چی میکنم که تمام به اصطلاح قاب همین بزنس کارت یا اندازه از این بزنس کارت خودم من چی باید از این قسمت بگیرم که به می اندازه باشه. چگونه هم بطنه عزیزم که من میرم مربع از این قسمت انتخاب میکنم. ببینید من میمونم مربع در این قسمت میرمش به این شکل تا این قسمت از طرف پایینم. اگر کدام جایش کم و زیاد است هیچ مهم نیست، به خاطر از اینکه من ایره بهتر دیده باشم من می رنگ همین مربع را کار درست کردیم. من رنگ از این میخوایم که آبی باشه که من دقیقی را ببینم. چی میکنم که من رنگ سبز در این قسمت رنگ سبز ما کلیک میکنم با ماوس خود بالاش میکنم. ببینید زمانی که من میرم در این قسمت شما میبینید در پهلوی ماوس من رنگ آبی شکل مربع پیدا میشه. اگر من رهایش میکنم شما میبینید همین اوتلاین را که لازم ما درست کردیم شکل سبز به خود گرفت که به خاطر از اینکه کار ما راحت‌تر چون رنگ سیاه این قسمت هم رنگ سیاه است ما بهتر دیده نمیتونیم. به این خاطر من رنگش تغییر دادم. حال آبجکت خود زوم میشه که ما که زوم میکنیم به خاطر از اینکه این قسمت دقیق در این قسمت بگذاریم. شما دقیقا در این قسمت قرار گرفت. از این قسمت هم که زوم میکنیم شما دقیقا در این قسمت قرار گرفت. از قسمت پایینم که زوم اوت شما میبینید که دقیقا در جای خود قرار گرفت و از این قسمت هم میرمش دقیقا در این قسمت. شما دیدیم که ما مربع را که به اندازه به اصطلاح کارت است ما درستش کردیم. حال زاویه زیر شما میبینید که زاویه همین بزنس کارت ما گل است. به خاطر از اینکه ما این را درست کرده باشه شما اعداد را که در این قسمت میبینید این به خاطر از اینکه این زاویه را برای ما گل درست کنه. اگر ماوس خودم در این قسمت میگذارم شما میبینید اگر اینی زاویه را ببینید شما میبینید که ما چی کردیم درستش کردیم. دوستا چند است شما میبینید اگر اینجا 90 درجه این فکس گل به اینمی اندازه همین بزنس کارت درستش میکنه. ما در اینجا 90 کپی میکنیم در این قسمت هم 90 میشته میکنیم پیست در این زاویه هم 90 پیست میکنیم و در این قسمت هم 90 پیست میکنیم. این طرف فشار میدیم شما میبینید که 4 ایسی به اصطلاح اینمی لحظه اینمی مربع را که لحظه ما درست کردیم. بین که میره این طرف برم شما دقیق ببینید شما میبینید که فکس اینمی به اصطلاح اندازه اینی بزنس کارت ماست. تمام این را درست کردیم دوستا بزن. حال ما به چی ضرورت داریم ببینیم. ما ضرورت به این داریم که یک دانه به این شکل درست کنیم، یکی هم به این شکل، یکی هم به این شکل، یکی هم به این شکل. چگونه هم بطن این نازنینم دوباره چی میکنیم که اینمی مربع از این قسمت میگیریم. ماوس خودم میگذاریم در این قسمت میاریمش به این شکل تا این قسمت. شما دیدین دوستا وزیدا که ما مربع را بین که ایره هم رنگ سبز کنم که شما ببینید دقیق شما میبینید که ما به اینی شکل یک مربع را درست کردیم. حال دوستا وزیدا ببینید به خاطر ازی که ما بالای اینمی اوتلاین مربع را که لحظه درست کردیم بالاش کار کرده بتانیم ادیت کنیم. یعنی کدام جای ضرورت نیست قطع کنیم، کدام جای ضرورت است ما باید بچرخانیم. چی میکنیم که ما بالای زمین رایت کلیک میکنیم و کنویس تو کرز اگر ما کلیک میکنم و از این قسمت شیپ طول خدا نموف طول شیپ طول خدا از این قسمت بگیرم شما میبینید که یه لحظه ادیت دیبر شد. حال اگر من این قسمت دبل کلیک میکنم شما میبینید که یک نقطه در این قسمت یک پوینت نقطه زیاد میشه و اگر این قسمت ما دبل کلیک میکنم یک پوینت هم در این قسمت اضافه میشه. من چه میکنم اینی نقطه را نشانی میکنم و دیلیتش میکنم. شما میبینید قشنگ و مقبول این قسمت از این چه شد دوستا عزیزا مستقیم قرار گرفت در جایی که من میخواستم. شما میبینید
در این قسمت ببینید اولین کاری که میکنیم از این قسمت کمک بلندش میکنیم اندازه ازی به این اندازه شود. حال چی میکنیم دوباره میریم بالای شیپ تول خود این قسمت دبل کلیک میکنیم این قسمت هم دبل کلیک میکنیم که یک نقطه اضافه شود این نقطه را نشانی میکنیم دیلیتش میکنیم. حال ببینید این نقطه را کمک پشت سر به این بسیار کم به این اندازه میریم که دقیقا در چی نمو جای خود قرار بگیره مفتول خود از اینجا دقیق به اندازه خود است. شما دیده ما اینی رنگ درست کردیم ببینید دوستان ما اینی رنگ درست کردیم. ما چی میکنم که میرم کلر پیکر خود از این قسمت میگیرم بالای همین رنگ اگر ما کلیک میکنم شما میبینید که در این قسمت همین رنگ چی میشه ظاهر میشه. اگر من در وسط از این کلیک میکنم شما عین همین رنگ ما چی کنم در این قسمت اضافه کردم و اینی رنگ اتفاقا ببینیم دوباره من میرم کلر پیکر خودم اگر من کلیک میکنم باشین در جایی که کمک روشن این قسمت از این کمک بین این قسمت از این کمک روشن است اگر من کلیک میکنم شما میبینم. حال ببینید دوستان اگر من میرم در این قسمت و عین شکل شما میبینید با این شکل. حال ما به چی ضرورت داریم ما به اینی لایر ضرورت داریم که اینی شکل درست کنیم. با این شکل چی میکنیم دوستان عزیزان که ما آیکن آپشن مربع را که شکل آیکن مربع از این قسمت میگیریم و عین شکل چی میکنیم دوستان عزیزان آبجکت خدا کمک پیش میریم به این شکل در وسط قرارش میدیم. ببینیم دوباره ما ماوس خودم میگذارم در این قسمت به این شکل کشش میکنم. ما به این شکل ضرورت داریم. شما میبینید که این قسمت از این مفتول خودم میگیریم از این قسمت کمک بیشتر که در این قسمت قرار بگیره. شما دیدین در این قسمت قرار گرفت از بالا هم کمک بالایش میکنیم و از قسمت پایین هم چی میکنیم کمک بلند دقیقا به جای خود قرار گرفته. حال دوستان ببینید ما چی میکنیم که یک بار دیگه ایره هم چی میکنیم عدد تیبل درستش میکنیم. چگونه دوستا و عزیزای من در این قسمت باید قرار بگیرم. چگونه عزیزای من که دوباره بالای اینمی مربع بین که رنگ بین میره هم رنگ سبز میکنیم که شما دقیق ببینید شما میبینید چی میکنیم بالایش رایت کلیک میکنیم و کنورت تو کیس شیپ تول خود از این قسمت میگیریم دبل کلیک میکنیم این قسمت هم دبل کلیک میکنیم نشانی میکنیم این زاویه را دیلیت. شما میبینید که دقیقا از این قسمت کمکی را خارج میکنیم بسیار کم به این شکل که در جای خود قرار بگیره. مهم در قسمت پایین ازی با این شکل چی میکنیم دوستا و عزیزا که شیپ تول خود از قسمت میگیریم دبل کلیک این قسمت هم دبل کلیک نشانی میکنیم نقطه را دیلیت و از این قسمت که پشت سر میریم این نقطه را شما دیدین دوستا و عزیزا این قسمت ما درست کردیم. ببینید میرم در این قسمت میرم بالای کلر پیکر اینمی کلر میگیرم کلیک میکنم. شما دیدین که ما این قسمت از زیر هم چی کردیم درست کردیم به این شکل دوست.
حال چی میکنیم ببینید ما این قسمت ضرورت داریم، این قسمت شکل گول داره، این قسمت ما باید درست کنیم. چی میکنیم؟ این شکل مربع میگیریم به این شکل بالایش میکنیم از این قسمت دقیقا به این شکل مربع را که لحظه رسم کردیم رنگش تغییر میدیم که ما دقیق ببینیم. شما از بالا هم درست است، از قسمت پایین هم بله درست است. حال چی میکنیم ببینید دوستان، دوباره شیپ طول خود میگیریم، ما یه بار چی میکنیم یک کلیک در این قسمت در موضوع رایت کلیک میکنیم. اول باید و کیف تبدیل کنیم، امی اوتلاین تبدیلش کردیم، آل دبل کلیک میکنیم. در غیر از اگر شما دبل کلیک کنین با مزایت هیچ چیز هیچ عمل صورت نمیگیره. حال چی میکنیم بودن شیپ طول ما سلکت است، این نقطه را سلکت میکنیم میریمش در این قسمت و این نقطه را هم چی میکنیم میریم در دقیقا در این اینجا. حال ببینید چون این قسمت گول است، تمام از این نقاطه که یکی دو سه چهار نقطه که در این قسمت است موضوعتان به این شکل میگذاریم میریم در این قسمت که چهار از این سلکت شود و آیکنی که در این قسمت است اگر من کلیک میکنم شما این تغییر نامد. به خاطر چی من ایره میکنم دوستا، اینی مهم است. ببینید اگر همین لحظه من قسمت وسط از این کلیک کنم یک نقطه اضافه میشه، اگر من ایره به این طرف میرم شما میبینید که تمام امی خط تغییر میخوره که ما ایره به هیچ صورت نمیخوایم. کنترل زید که یک قدم باقی بریم. اگر من تمام این نقاط امی چهار نقطه را ما چهارش سلکت میکنم و بالای آیکنی که در این قسمت است کلیک میکنم، حال ببینید دوستان اگر من وسط از یک بار کلیک میکنم شما میبینید که اون نقطه دوباره در این قسمت اضافه میشه، نقطه سیاه. حال اگر با ماوس خود این قسمت میرم شما میبینید که چقدر قشنگ و مقبول این قسمت برای شکل زاویه درست کرد. این شکل ببینید من میم در قسمت وسط از یک کلیک میکنم یک نقطه سیاه اضافه میشه، با ماوس خود چی بکنم میرمش به این شکل. شما میبینید که دقیقا همون شکل را که ما ضرورت داشتیم درستش کرد. برام چی میکنیم با ماوس خود ایره هم میریم که ما که به این طرف میریم کلر پیکر خود میگیریم، اینمی کلر از این قسمت میگیریم در وسط امی آبجکت که میلازم درستش کردیم کلیک میکنیم. شما میبینید که ایره هم میریم در این قسمت به این شکل. حال ما به این ضرورت داریم که اینی آبی را درست کنیم دوستان عزیزم، ولی آبی را به خاطر از اینکه اینی آبجکت ها رو ما چرا به اصطلاح تا آخر از این درست نکرد، به خاطر از اینکه اینا در پشت سر اینی آبی قرار میگیره، پس ضرورت به این بود که ما اینا رو بیاریم تا به این قسمت هست. ولی اینی آبجکت آبی که در این قسمت است این ما ضرورت به این داریم که تمام به اندازه اینمی ایره چی کنیم درست کنیم. چی میکنیم که دوباره مربع رو میگیریم میریم در این قسمت میاریمش به این شکل دقیقا به این شکل دوستا بستم. چی میکنیم که رنگش به این رنگ سبز شما میبینیم از قسمت پایین میره در این قسمت دقیق به این اندازه کمک دیگه هم بسیار شما میبینید از این قسمت دقیقا به این اندازه، از اینجا هم میریمش به این اندازه و از قسمت بالا هم دقیقا در اینجا قرارش میدیم. حالا اینی دو زاویه را من ضرورت به این دارم، اگر پیشتر باید داشته باشید 90 درجه بود، در اینجا من 90 درجه در اینی زاویه نشته میکنم، این طرف فشار میدم شما میبینید دقیقا به اون اندازه برای من چی کرد ایرقات کرد دوستا بسیار گول درستش کرد. در این قسمت پایین هم به این شکل 90 درجه این طرف فشار میدم شما میبینید که این طرف از این درست شد. حال ببینید به این شکل دوستا بسیار اولین کاری که میکنیم رایت کلیک میکنیم و بالای امی آبجکت را کمی لحظه باراش امی مربع را که درست کرده بودیم کنورت تو کیفز در این قسمت کلیک میکنم
و در این قسمت چی میکنیم که اینی زاویه را میریم در این قسمت. این شکل یک کلیک در این قسمت میکنیم، دبل کلیک، یک دبل کلیک هم در این قسمت، ایره میریم در این قسمت. حال دوستان ببینیم با می شیب طول خود اینمی نقطه وسطی را اضافه میکنیم و چی بالای آیکن در این قسمت کلیک میکنیم، این نقطه را هم سلکت میکنیم، این دو نقطه را هم با این شکل، به خاطر که ببینیم اگر ما ماوس خودم میگذارم در این قسمت شما میبینیم که دقیق به اون اندازه برای من درستش میکنم و اینی را اگر من میرم به این طرف و اینی تیره هم بالا میکنم در اینجا شما میبینید که دقیقا به مو اندازه که ما ضرورت داشتیم به مو اندازه گول قشنگ مقبول درستش کرد. قسمت پایینش به این شکل این را کمک میچرخانیم به این طرف، این را هم کمک به این طرف. شما میبینید که دقیقا به این که میبینید شما میبینید که دقیقا ما این را به می اندازه به اصطلاح رنگ آبی که در بالا بود به ما اندازه قرارش دادیم. این را هم میریم در این قسمت دقیقا در اینجا قرارش میدیم. حال دوستان ضرورت به این داریم که ما اینی قسمت را درست کنیم، اینی شیپ در این قسمت درست کنیم. چگونه هموطن عزیزم دوباره میریم مربع از این قسمت میگیریم، مربع خودم میذاریم در این قسمت به این شکل میریمش تا این قسمت. به این گیره هم رنگ بله که برای شما دقیق دیده بتانید. چی میکنیم که از قسمت بالایی را پایین میکنیم این شکل به این اندازه و از قسمت پایینم به این شکل چی میکنیم بلندش میکنیم در این قسمت. شما دیدیم برای ما باشیم که از این قسمت ها میریم دقیقا در این قسمت قرارش میدیم. ما این دو زاویه را هم به یاد داریم که 90 درجه این چی میکرد برای ما اینی زاویه 90 درجه این طرف فشار میدیم و اینی زاویه را هم 90 درجه این طرف فشار میدیم. شما میبینید که این قسمت ها درست شد. حال چی میکنیم دوستان عزیزان؟ رایت کلیک میکنیم و این را هم کنورت تو کیس به خاطر از اینکه ما امو نقاط یا به اصطلاح آبجکت خود اگر بخوایم که ادیت کنیم ما به چی ضرورت داریم؟ به این ضرورت داریم که بعضی جای زیر ما قطع کنیم. قطع به این معنا نیست که قطع کنیم بلکه یک پوینت اضافه کنیم، نقطه اضافه کنیم. به طور مثال دبل کلیک ما در این قسمت میکنیم، یک دبل کلیک هم در این قسمت این نقطه را چی میکنیم میریم در این قسمت، این نقطه را هم میریم در این قسمت، این قسمت وسط زیر هم پایین میکنیم و این را هم میریم به این شکل. حال چی میکنیم دوستان؟ با این میشه تو تمام این نقاط سلکت میکنیم، اینمی نقاط 1 2 3 4 5 و تمام از این رو چی بالای کنه که در این قسمت است کلیک میکنیم. حال ببینید اگر من کلیک میکنم شما میبینید که در این قسمت اینی اندل برش میگن، اینی اندل ها چی میشه؟ ظاهر میشه. ببینید اگر من از این قسمت بالا میکنم شما میبینید که دقیق چقدر قشنگ و مقبولی قسمت درست به این شکل. این نقطه را کمک پایین میکنیم و از این قسمت به این شکل
این را هم میریم به کمر دیگه هم بالایش میکنیم تا این قسمت درست است. این کمک به این شکل درست شد. این نقطه هم میریم در این قسمت سلکتش میکنیم، اندلش به این طرف میریم و اینی اندل هم کمک بالا. شما میبینید که دقیقا این قسمت ما چه کردیم درست کردیم. ببینید ما میتونیم قسمت پایین از این به عین شکل درست کنیم، یعنی به عین شکل، ولی وقت ما رو میگیره. بیان که تکنیک ساده رو براتون بگم. ما نیم آبجکت این قسمت بالا را که ما میبینیم قشنگ و مقبول ما چی کردیم درست کردیم باشیم که مرکز اینجا درست است، هیچ مشکل نداره. شما میبینید فکس به اینی اندازی بالای زیر درست کردیم. ما ضرورت که این قسمت پایینی از زیر قطع کنیم. چگونه؟ ببینید ما مربع از این قسمت یک بار دیگه انتخاب میکنم، آیکن مربع موس خودم میگذارم در این قسمت دقیقا تا این قسمت که ما اینمی نیم از زیر شما میبینید از قسمت بالا اینمی نیم از زیر چی کردیم سلکت کردیم. حال ببینید دو آبجکت خود سلکت میکنیم، هم مربع و هم کرس، مربع را که شکل کرس درستش کردیم و شما زمان که دوی زیر سلکت میکنه شما میبینید اگر ما بالای آیکنه که در این قسمت از کلیک میکنم شما میبینید قسمت پایین از زیر قیچی کرد برای من، فقط قسمت بالای زیر برای ما شما میبینید. حال ما چی میکنم که این کنترل سی و کنترل بی یک کپی از زیر میگیرم. آیکنه که در این قسمت است اگر توجه کنین جهت تغییر میده از بالا به پایین. اگر ما کلیک میکنم شما میبینید که جهت از زیر تغییر داد. حال اگر ما این پایین میرم شما میبینید که دقیقا در این قسمتی باید قرار بگیره. شما میبینید که من که دیگه همین پایین میکنم بسیار کم. شما میبینید که دقیقا در همین جای خود قرار گرفت. حال بخاطر از اینکه هر دوی زیر یک جای کرده باشیم هر دوی زیر سلکت میکنیم و آیکن اولی به اصطلاح آپشن اولی که در این قسمت است اگر من کلیک میکنم شما میبینید که دقیقا به این اندازه ایره چکت برای من درست کرد. شما میبینید دقیقا عین چیزی که در این قسمت است برای من درستش کرد. حال ببینید دوستان بین که من طرف این طرف بگذارم برای تو بین دوستان عزیزا که چی میکنیم که جای زیر پیدا باید کنیم. شما میبینید اول از شما اینی قسمت باید توجه کنین. اینی ببینین اینی رنگ که در اینی قسمت است اینی قسمت بالای زیره. اگر ما میریم ایره در اینی قسمت شما میبینین دقیقا در همون جای خود قرار میگیره. ببینید ما امی آبجکت درست کردیم ولی این اوتلاین سبز زیره دیگه من ضرورت ندارم. اگر بالای کنه که در این قسمت است اگر من کلیک میکنم شما میبینید که می اوتلاین زیره چی میکنه از بین میبره. حال بخاطر از اینکه ما پایین پشت سر از این آبجکت خود دیده باشم ما چی میکنم دوستان که میرم بالای کنه که در این قسمت کلیک میکنم شما میبینید که من که اپاسیتی از این آبجکت خود کم میکنم بخاطر از اینکه من اینی آبجکت که در قسمت پشت سر از قرار داره اینی رو ما باید ببینیم. شما میبینید دوستان و عزیزا که این هم دقیق برای اینی رنگ است که در این قسمت بود. ما در جایش دقیقی را قرار میدم شما میبینید دقیقا در جای خود قرار گرفت. ما چی بکنم بین شکل رایت کلیک میکنم که اوتلاینی که در این قسمت بود از بین بره. اپاسیتی زیر هم بین کمک کم کنیم که ما باز بعدا دوباره ما چی میکنیم که اپاسیتی از اینا رو دوباره ما زیاد میکنیم. شما دیدیم حال چی میکنیم ما به یک دانه دیگه هم ضرورت داریم به این قسمت دوستان. شما میبینید که به این شکل با این شکل چی میکنیم اوتلاینش رو ثبت میکنیم و اینی را هم
ببین که رنگ سبز که در این قسمت است این رنگ از این قسمت کپی میکنیم و پیستش میکنیم. شما میبینید که این رنگ گرفت. این هم میریم در دقیقا در این قسمت دوستان به این شکل. اوتلاینش تمیز که ما ضرورت نداریم رخصتش میکنیم. در جایش قرارش میدیم. شما میبینید که یک کمک پایین است. چه میکنیم؟ کمک بالا میکنیم. کمک هم دقیق. اپوزیتی زیر دوباره صفر میکنیم که ما تمام آبجکت خدا و اپوزیتی زیر هم دوباره چون ما اینا را اپوزیتیش کم کرده بدیم دوباره اپوزیتیش را صفر که ما تمامش ببینیم. حال دوستان ببینیم چی میکنیم که تمام از اینا را به این شکل تمام از این سلکت میکنیم. میاریم در دقیقا در این قسمت قرارش میدیم به این شکل و از پسر از هم اوتلاینش چی بکنیم که ببینیم سلکتش میکنیم بالای کنه چلی پایی که در این قسمت است کلیک میکنیم که اوتلاین از هم از بین بره. حال ببینیم ما ضرورت داریم که این به این شکل قیچی کنیم به این شکل گولی قسمت از این چی میکنیم که اینمی آبجکت خود میریم در این قسمت رایت کلیک میکنیم که یک کپی از این از برای ما درست کنه. میریم میره در این قسمت دوستان به این شکل و چی میکنیم دوستان عزیزا که ببین اینمی آبجکت که به این شکل است ما سلکت است همی لحظه ما چی میکنیم که شفت فشار میدیم و اینی لایر پایانی از اینی لایر هم سلکت میکنیم. حال اگر من در این قسمت سلکت کلیک میکنم شما میبینید که قشنگ و مقبول از قسمت قیچی کرد به اون شکل که من میخواستم. یک بار دیگه چی میکنیم اینمی آبجکت خود یک کپی دیگه هم میکنیم. این بار میریمش در این قسمت اون جایش قرارش میدیم. این بار چی میکنیم دوستان و عین شکل ببینیم یمی لحظه سلکت است اینی لایر چی میکنیم سلکت میکنیم شفت فشار میدیم بالای اینی لایر خود کلیک میکنیم دوباره چی میکنیم دوستان عزیزا که آیکن که در این قسمت کلیک میکنم شما میبینید که ایره هم قشنگ و مقبول چیکار رخصت کرد. یک بار دیگه امی آبجکت خدا به این طرف میریم کاپیش میکنیم رایت کلیک میکنیم که کاپی شد دوباره در این جایش دقیقا 100% مطمئن شویم که در جای خود باشه به این شکل. حال چی میکنیم ببینین اینی لایر سلکت است شفت فشار میدیم اینی لایر کلیک میکنیم و چی میکنیم که بالای آیکن که در این قسمت کلیک میکنیم شما میبینید که هم به مو اندازه قیچی کرد. حال دوستان عزیزا چی میکنیم که یک بار دیگه ایره کاپی میکنیم میریمش به این طرف رایت کلیک میکنیم که چی شود کاپی شود دوستان عزیزا چی میکنیم در جایش قرارش میدیم دقیقا مطمئن شویم که در جایش باشه. چی میکنیم این لایر ها بیره کلیک میکنیم شما میبینید که هم یه آبجکت ما کلیک است هم لایر ها بیمه یک بار در یک قسمت کلیک میکنیم شما میبینید قشنگ و مقبولی قسمت برای چی کرد قیچی کرد با عین شکل که شما در این قسمت میبینید با این شکل دوستان یا در این شکل در این قسمت اگر ببینید شما ما به چی ضرورت داریم ما یک بار دیگه به این قسمت هم ضرورت داریم دوستان به این شکل ما ضرورت ایره چگونه ما درست میکنیم. اولین کاری که میکنیم شیپ از ایره ما باید درست کنیم. چگونه که ما یک بار دیگه بالای مربع که در این قسمت است کلیک میکنیم ببینید ماوس خود میذاریم در این قسمت میریمش تا این قسمت آخری است به این شکل دوستان ببینید از قسمت بالا هم میره پایین میکنیم به این شکل. چی میکنیم که به این رنگ زیر اولین کار کنیم رنگ زیر که ما دقیق ببینیم شما میبینید اینجا برای ما معلوم است که 90 درجه است پس چی میکنیم که زاویه را عدد 90 نشته میکنیم این طرف فشار میدیم شما دیدیم که برای ما گل درست کرد با این شکل
بین شکل عدد 90 این طرف فشار میدیم. حال چی میکنیم دوستا؟ بعد از اینکه این زاویه دو زاویه را درست کردیم رایت کلیک میکنیم کنورت تو کیس. به خاطر از اینکه این را حال ما جایش تغییر داده بتونیم یک کلیک در این قسمت میکنیم و یک کلیک هم در این قسمت وسط از این میکنیم. کرس خود چی میکنیم؟ پایینش میکنیم به این شکل. عرصه از کرس همین نقطه ها را داره با هم چی میکنیم که سلکت میکنیم. آیکنی که در این قسمت از کلیک میکنیم. شما میبینید که هندل ها در این قسمت ظاهر میشه و ما براحت میتونم آبجکت خود هر چیز شکل که من خواسته باشم میتونم چی کنم؟ درستش کنم دوست. شما میبینید دقیقا این قسمت آبجکت ما درست شد. بین به این شکل چون تو زود میشه ما موس خودم میگذارم در این قسمت به این نیم از این قطع میکنیم. شما میبینید یک مربع نیم از این سلکت کردیم چی میکنیم؟ همین آبجکت خود شفت فشار میدیم. ایره هم شما میبینید که دوی از این سلکت شد چی میکنیم که آیکنی که در این قسمت از کلیک میکنیم. اینمی آبجکت خود کنترل سی وی که به اصطلاح دو دانه شود. بالای آپشنی که در این قسمت از کلیک میتیم که جهتش تغییر بده و اینش میکنیم به این شکل. شما میبینیم که از این قسمت کمک به اصطلاح باید زیاد قیچی میکردیم ولی کمک کم قیچیش کردیم. اینمی دو نقطه از این قسمت کلیک میکنیم دوستا و عزیزان. ماوس خودم میگذاریم در این قسمت کمک بالایش میکنیم به این شکل. حال این را سلکت میکنیم همین دو نقطه بالایش پایینشه و چی میکنیم؟ کمک پایینه کمک بزرگ هم اگر باشه فرق نمیکنه. بین کمک این بزرگ شما میبینیم. حال چی میکنیم؟ هر دوی زیر سلکت میکنیم و برای آیکنی که در این قسمت از کلیک میکنیم. این قسمتش کمک خراب شد چی میکنیم؟ دوباره شیپ دور خود میگیریم و چی میکنیم؟ از این قسمت بالاش میکنیم. شما میبینید دقیقا به می اندازه ما درست کردیم. اینه چی میکنیم؟ میریم در این قسمت میگذاریمش به این شکل در جای خود قرار بگیره به این شکل دوستا بزن. حال چی میکنیم؟ ما ببینیم ما به این شیپ ضرورت داریم. این شیپ چگونه درست میکنیم که آپشنی که در این قسمت هست بنا باش 2 پوینت لاین برش میگن. 2 پوینت لاین خود میگیریم. ببینیم آبجکت خود کمک پیش میریم به این شکل. ببینید اگر ما موس خود میگذارم در این قسمت و باشین کدام از یال راست نه و هم نه. بله اگر شما اینی قسمت توجه کنید اینی خطی که در این قسمت سکر میره موس خود با مزرعه موس خود میرم تا زمانی که در با مزرعه چون صفحه چی کمک کوچک از دوستا در این قسمت شما میبینید که راست بالای از قسمت قرار گرفت. موس خود من رها میکنم ولی ببینید اندازه اینمی لاین ما کوچک است نسبت به خطی که در این قسمت است. چگونه این رو بزرگ کنیم؟ شما میبینید در این قسمت 1 پیکسل است 3 پیکسل. شما میبینید که اگر من این 3 پیکسل درست میکنم و کمک این طرف میرمش شما میبینید که دقیقا به اونم اندازه است. رنگش ببینید کلر پیکر خود میگیرم بالای اینی رنگ کلیک اینمی رنگ و بالایش که شما میبینید که دقیقا همی رنگ اگر برای خود و اندازهشون دقیقا به اینی اندازه. حال ببینید اینمی لاین را که می لازم ما درست کردیم چی بکنید که میریمش در این قسمت دوستان در قسمت پایین ببینید بالا این خط پایین قرارش میده. چی میکنم که این بالا میکنم به این شکل بالا این خط دومی. زمانی که من دیدم رایت کلیک میکنم ایره کپی کنم. حال چی میکنم دوستان ببینید کنترل دیره من اگر فشار داده میرم
شما میبینید که مثلا یک جالی قشنگ و مقبول برای من درست میکنم. فقط هیچ کار نمیکنید، کنترل دیر در کیبوردتان فشار داده میره. نه که من که بزرگ درستش کنیم بین اندازه شما میبینید و عین شکل برای من درستش کرد. شما میبینید که در اینجا اگر من موس خودم میگذارم در این قسمت تمام از این سلکت کنیم، شما میبینید که در آبجکت منیجر من تمام از این سلکت شد. رایت کلیک و گروپ آبجکت، اینا را برای من شما میبینید 120 دانه است از اینمی لاین، اینمی لاین که 120 دانه است. شما میبینید در این قسمت یک گروپ درستش کرد. حال دوستا بسیار ببینید میرم در این قسمت نباشن که شما دقیقی را ببینید. من اینیره میرم در این قسمت، ایره هم میرم در این قسمت، ایره که من پشت سر برم شما میبینید. ایره ما با اندازه از این قسمت درست کردیم، ایره هم آوردیم در این قسمت. حال ببینید اینمی جالی را که به اصطلاح شکل جالی را داره ما درستش کردیم. رایت کلیک و پاور کلیک اینساید. اگر من کلیک میکنم و در داخل اینمی آبجکت که به اندازه از این پیشتر ما درست کرده بودیم، اگر من کلیک میکنم شما میبینید که این اتومات در داخل از این میاره. اوتلایناش رو رخصت میکنم. حال ما به این خط سبز ضرورت ندارم، چی میکنم این شکل در این قسمت کلیک میکنم بالای چلی پاس باید میپرش. حال ببینید اینمی جالی را من چی بکنم که قرارش میتونم در این قسمت. شما دیدن که من ایره در این قسمت قرار دادم. حال ببینید اینی اونو آبجکت بود که ما چند دانه کپی هم ازش گرفته بودیم، به خاطر که اینا را قطع کنیم یک دانه کپی ما اینجا نگاه کنیم. میره چه میکنیم؟ رنگ سفید چه میکنیم؟ یا بین که رنگ زرد بین رنگ سرخ کنم. اوتلاینش رو رخصت میکنیم. سلکتش میکنم بالای چریکایی که در این قسمت از کلیک میکنم که اوتلاینش از خارج شد. چی میکنم که ایره میرم دقیقا در این قسمت در جایش قرار، به خاطر ازی که ما ببینید ای در قسمت پایین اینه جالی قرار دارم. ما ضرورت به ای دارم که ایره بالای چیزی جالی شما میبینید دقیقا در جایی که ما قرار، به خاطر ازی که اینی عکس باز ما بریم در داخل اینی به اصطلاح لایر سرخی که در اینجا ای خب عکس ماست برای درستش کرده بودیم. حال ببینید در اینجا من فراموش کردم که ما اینه تا یک شکل برای این قسمت برای این لایر آبی خود در این قسمت ضرورت داریم. چی میکنیم دوستان؟ میریم در این قسمت از اینجا پن انتخاب میکنیم. ببینید من موضوع خودم میذارم در این قسمت باشه کدام از این. ببینید این قسمت از این راست است، ما کلیک میکنم دوستان عزیزا این قسمت کلیک میکنم، موس خودم میگذارم در این قسمت یک کلیک میکنم، موس خودم رها نمیکنم به این شکلی رو من چی میکنم درست میکنم به این شکل. شما دیدید شکل گولی قسمت و میرم موس خودم در این قسمت مستقیم در اینجا دبل کلیک میکنم که از بین برم. حال ببینین اندازه اینمی لاین ما هم کوچک است. چی میکنیم؟ اندازه زیر 8 درست میکنیم به خاطر از اینکه میبینین که ما که دبل است. ببین که و رنگش هم اتفاقا کلر پیکر خود میگیره. میرم کلیک میکنم در این قسمت بالای کلیک میکنم شما میبینید که این چیز درست کرد. حال دوستا ببینید من هیچ کار نمیکنم، من چی میکنم که اینمی را یک کپی درست میکنم میرم در این قسمت این شکل کنترل دی را فشار داده میرم. شما میبینید که اگر من کنترل دی را فشار داده میرم بین یک شکل برای من درست بین یک چندانی دیگه شما میبینید با این شکل به اینا را من میرم در این قسمت شما میبینید تمامش سلکت میکنم. رایت کلیک گروپ آبجکت یک گروپ درستش کنم. حال ببینید دوستان این گروپ من میرم در این قسمت پایینش میکنم که ما که ببینه با این شکل رایت کلیک پاور فلپ اینساید و بالای لایر آبی من یک بار کلیک میکنم. ببینید در این قسمت که ما که آمده به
خاطر از اینکه ما جای زیر درست کنیم چی میکنم؟ بالای آیکن اولی که در این قسمت است من یک بار کلیک میکنم. شما میبینید که می صفحه ما به این شکل حالا برای معلوم میشه. اما لایر رنگ آبی شما میبینید فقط چهار اطرافش برای من معلوم میشه و این جالی برای من معلوم میشه. چی میکنم؟ بالای جالی کلیک میکنم میرمش در این قسمت. به خاطر از اینکه اینی به شکل مستقیمه یک کلیک دیگه هم میکنم از اینجا چی میکنم؟ به این شکلی رو من میچرخونم. شما تمام جایش درست شد ولی هم یک کلیک میکنم شما میبینید. اگر وسط زیر ببینید شما میبینید که با این شکل یک شیب قشنگ و مقبول در این قسمت من درست کردم. با این شکل که در این قسمت است این شکل در این قسمت ما درست کردیم. منتها اینجا چی است که کمک بین کمی چیزی رو کم کنیم. کمک دوستان کلیک میکنین جالی را اینی را 6 عدد 6 دبلی به اصطلاح جالی را عدد 6 برش این طرف فشار میتیم و اوکی را در این قسمت شما میبینید این شکل که در این قسمت هم برش درست کردیم. حال دوستان بسیار چی میکنیم که ما ضرورت به این داریم که اینی شکل درست کنیم. این شکل مربع میگیریم میگذاریمش در این قسمت ماوس خود به این شکل میریمش تا این قسمت. شما دیدید اندازه زیر تبعیض کوچک است اندازه 8 برش انتخاب میکنیم. این طرف فشار میدیم شما میبینیم چی میکنه که ما گیره پایین میکنیم به خاطر از اینکه این رنگ بگیره. دوباره چی میکنیم؟ کلر پیکر خود از این قسمت میگیریم اول بالای اینی رنگ کلیک میکنیم بعد از اون میریم بالای از کلیک میکنیم. شما میبینید که عین شکل در این قسمت درست کردیم. ما ضرورت به این داریم که ایره به کیف تبدیل کنیم به خاطر از اینکه ما این جزیره باید قطع کنیم. شیپ دور خود میگیریم رایت کلیک میکنیم کنورت تو کیس این قسمت دبل کلیک میکنیم اینی زاویه را دیلیت میکنیم یک بار دیگه بالایش کلیک میکنیم دیلیتش میکنیم. شما میبینیم که این چیزی که در این قسمت بود این شکل ما درست کردیم. میریمش در این قسمت دوستان میریمش در دقیقا در جای خود قرار کرد. حال چی میکنیم امروز؟ ببینید ما آیکن هایی که در این قسمت است من درستش کردیم. ما اینجا سیفش کردیم. خوبی برنامه کارالدرو در چی است که این فرمات پیزدیر یا فوتوشاپ بسیار راحت باز میکنه. ببینید اگر من اینی رو میرم در این قسمت رهایش میکنم شما میبینید با وجودی که با فرمات پیزدی یا مخفف فوتوشاپ سیف شده ولی شما میبینید زمانی که با ماوس خود در داخل از این برنامه هیچ کدام مشکل فقط با ماوستان برید در داخل برنامه شما میبینید که می آیکنکایی را که ما درست کردیم برای بیزنس کارت ما در این قسمت اینا رو چی میکنم که اینا رو اندازه شان کوچک میکنم به این اندازه. شما میبینید دقیقا ببین که ما ببینیم که بزرگش کنیم شما میبینید دقیقا به اندازه زمین ها قرار بید. ایده دانش درست است. ما چی میکنیم که ایده انگروپ میکنیم به خاطر که شما در این قسمت ببینید 4 آبجکت هستن یا را چی میکنیم انگروپ میکنیم به خاطر که من این ایده دانی پایین از اینا را ما چی باید کنم به این شکل باید پایینشون کنم دقیقا در اینمی جای انزی شما دیدید. حال چی میکنم که مرچه ها را زیر سلکت میکنم و چی میکنیم در دقیقا در این قسمت قرارش میدیم در این قسمت. حال دوستان ببین تمام چیزهای از اینا درست شد. ما چی میکنم؟ ما یک بار دیگه هم بطنه نظری یا بین که اولین کاری که میکنیم چی میکنیم دوستان وزیدا که ما ایره ترانسفر میکنم بین که بر از یک بگراند هم درست کنیم فقط چی میکنیم که بالای اینی مربع دبل کلیک میکنیم شما میبینید که اینی 4 اطراف هیچیتون نشانی میشه. حال اگر ما هر رنگ را بین به طور مثال اینی رنگ شما میبینید که دقیقا یک بگراند درست کرد. ما به اینی دیگه ضرورت ندارم میره رایت کلیک میکنم انلاکش میکنیم چون ما اول لاک کرده بودیم دیلیتش میکنیم. این ما ترانسفر میکنم در فوتوشاپ به خاطر از اینکه ما در این قسمت یک عکس باید بیارم و اینجا نوشته را هم در فوتوشاپ من میکنم. حال دوستان
من چه میکنم دوستان عزیزا؟ ببینید من میرم بالای فایل، نه بالای یا بین اول یک سیفش کنیم، میرم بالای سیف است، اینجا یک نام برش من بی که برش نشته میکنیم بیزنس کارت مخففشه، سیفش میکنیم بالا. شما میبینیم که اگر شما این قسمت توجه کنید که همین آیکن برنامه کارال درو در این قسمت ظاهر میشه و این معنی است که با فرمات کارال درو سیف شد. ولی ما میخوایم که با فرمات PSD یا مخفف یا برنامه فتوشاپی را سیف کنیم. چی میکنیم؟ میریم بالای فایل، نه بالای سیف است بلکه میریم بالای اکسپورت، کلیک میکنیم. شما میبینید در بالای دسکتاپ ما فرمات برنامه ادوبی فتوشاپ PSD مخففش است با عین نام بیکی چی میکنیم؟ سیفش میکنیم. در این قسمت متوجه شوین که این مینتیننس لایر شما در این قسمت سلکت باشه، به خاطر از اینکه با لایرهای شما را یک لایر درست میکنه. بالای اوکی کلیک میکنیم دوستان. شما دیدم که در این قسمت با فرمات فتوشاپ برای ما سیفش کرد. ما چه میکنیم؟ میره میبندم دوستان. برنامه کارال دروی خودم من میبندم چون من دیگه برای ضرورت ندارم. من چه میکنم؟ برنامه فتوشاپ خودم باز میکنم. چند لحظه وقت من میگیره تا برنامه فتوشاپ باز شود دوستان و عزیزان. شما میبینید مثلا که برنامه فتوشاپ باز شد. من چه میکنم که اینمی فایل را که برنامه بی که مخففه اصلا یک نام سیفش کرده بودیم چه میکنم؟ میرم در این قسمت بازش میکنم. شما میبینید اولین کاری که میکنیم ببینید اگر ما به عین شکل یک بک‌گراند میخوایم من چه میکنم که من میرم این بک‌گراند سلکت میکنم دوستا و عزیزا. ببین که این بک‌گراند از این من چه میکنم که یک لایر اضافه میکنم چون این رنگ از این بک‌گراند آوتلاین داره و ما آوتلاین از این در اونجا چی نکرده بودیم همراه آوتلاین این رو بیخی رخصت میکنیم. در یک لایر جدید چی میکنه که من میرم بالای گریدینت دول از این قسمت. شما میبینید که من گریدینت از این قسمت انتخاب کردم، ماوس خودم میگذارم در این قسمت و میارمش در این قسمت. شما میبینید که عین همون بک‌گراند داره که من در این قسمت انتخاب کردم، عین بک‌گراند است. حال دوستان ببینید من چی میکنم. من ضرورت به این دارم که یک نام یک بار دیگه بیان که یک کار دیگه کنیم. یک بار دیگه من فیسبوک خود باز میکنم دوستان عزیزان. همین نام هر دوستی که در اصطلاح اول بود نام از امونا رو نشته میکنم و یک عکس از امونا رو میگیرم. شما میبینید که من اینترنت خود باز کردم، من بالای فیسبوک کلیک میکنم. این دیگه تالی هر کی که آمد از آمد جان حتی یک نامشان درست کرده بودم، از اینا رو نمیکنم. اینی نام دومی دیگه از هر کی که بود دوستا چون از نیم یک اینه بین احمد جان فروتن، بین نام احمد جان فروتن خودم از این قسمت کاپی میکنم و صفحه ایشان باز میکنم. میرم بالای فوتو من ببینم که احمد جان فروتن کنم پکچر از اینا ولی یک پکچر تمامی از اینا اگر باشه دقیقه دوستان بسیار دور است. بهنینی پکچرشو نمیگیرم. آپشن دانلود. ببینید من عکس از اینا رو دانلود کردم و نامشان رو کپی کردم. چی میکنم که من میرم بالای تی کلیک میکنم. اولین کاری که میکنیم کلیک میکنیم در این قسمت باید کلیک و پیست میکنیم شکر نامشان. شما میبینید که لایر نامشان در قسمت پایین است. ما این رو بریم در بالاترین لایری را قرار بدیم. شما میبینید که آمد در بالاترین لایر در وسط صفحه دبل کلیکش میکنیم. اندازش کوچک است باید که بزرگش کنیم. معذرت میخوایم دوستا و عزیزا از ما 4 بجه صبح ماست. ما چون شما میبینید که ما این قسمت ها رو میگذارم دوستا و عزیزا چون ما از احمد جان من نمیدانم نمبر تلفن و سایتی چیزای شده
من نمیدونم خودشان باز بنویسن اینجا، ولی ما ببینید چی میکنیم. ما چی میکنیم که عکس احمد جان خود میاریم در این قسمت. ببینیم چی میکنیم که ما فقط اینی قسمت عکس از اینا رو ضرورت داریم به اینی اندازه. چی میکنیم که میریم بالای ادیت کاپی، اما میریم در این قسمت. ببینید لایر سرخی را که ما در این قسمت برای عکس گذاشته بودیم، چی میکنیم؟ کلیک میکنیم، الت فشار میدیم، کلیک میکنیم که چهار را سلکت شود. میریم بالای ادیت پیس سپیشال پیس، این تو که در عکس احمد جان شما میبینید کوچک از کنترل تیر فشار میدیم که بری ترانسفورم و از این قسمت به این شکل بزرگ بشه. با مزرد دوستا که شما میبینید تا زمانی که در این قسمت بیاد، در این قسمت میریم دقیقا در این قسمت دوستا شما میبینید. فقط هیچ کار دیگه نداره، ما در اینجا چیز کار دیگه نکردیم، فقط سایه رو در این قسمت کمک اضافه کردیم و همین رنگ به اصطلاح بزنس کارت و ببین که چگونه تمام از اینا را لایرها را بغیر از بک‌گراند و تکست تمام از اینا را من سلکت کردم. شما میبینه چی میکنیم؟ بهتره بیست در داخل یک فولدر چی میکنیم دوستا. بعد از اینکه در داخل فولدر گذاشتیم میریم بالای فیس دراپ شادو، شما میبینید یک سایه قشنگ و مقبول در قسمت پایین خود گرفتم میبندیمش. حال در اینجا فقط نمبر تلفن است، موبایل است و وبسایت است و ایمیل نوشته کنید بس خلاص. کارت قشنگ و مقبول بزنس کارت در برنامه کارول روی 2018 شما میبینید. همتون عزیز که ما میتونیم بهترین کارت ها را به ظرف نیم ساعت یک ساعت مقبول ترین کارت ها را چی کنیم؟ دیزاین کنیم و برای هر کسی که به اصطلاح خواستیم برشان توفه یا برای یک کمپنی که گفت از اونا درست کنیم. شما شاد و موفق باشید هموطنان نازنین.